سوره مطففین یعنی کم کنندگان در مکه نازل شد. 36 آیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. ویل للمطففین، وای بر کم فروشان، الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، آنان که چون از مردم پیمانه می ستانند آن را پر می کنند. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، و چون برای مردم می پیمایند یا بر می کشند از آن کم می کنند. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، آیا اینها نمی دانند که زنده می شوند لیوم عظیم، در آن روز بزرگ، یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که مردم به پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، حق ها که البته اعمال بدکاران نوشته شده در سجین است. وما ادراک ما سجین، تو چی میدانی که سجین چیست؟ کتاب مرقوم، کتاب است نوشته. ویل یومئذ للمکذبین، در آن روز وای بر تکذیب کنندگان یعنی دروغ برآورندگان. الذين يكذبون بيوم الدين، آنان که روز جزا را دروغ می حسابند. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، و آن روز را فقط از حد گذرنده گناهکار دروغ می حسابد. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، چون آیات ما بر او خوانده شد گفت افسانه های پیشینیان است. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، حق ها در کارهایی که کرده بودند به دلهاشان غالب شده زنگ بسته است. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حق ها که در آن روز از دیدار پروردگارشان محجوب یعنی محروم باشند. ثم إنهم لصال الجحيم، پس آنها به جهنم درآیند. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، و آنها را گویند این است آنچه دروغش می شمردید. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين، حقا که عملهای نیکان در علیون مکتوب است. وما أدراك ما عليون، و تو چی میدانی که علیین چیست؟
كتاب مرقوم کتاب است نوشته يشهده المقربون که مقربانی یعنی نزدیک شدگانی الله در آن می نگرند. إن الأبرار لفي نعيم البته نیکان در نعمتند، على الأرائك ينظرون بر تخت ها نشسته و نظاره می کنند. تعرف في وجوههم نظرة النعيم بر چهره هاشان تراوت نعمت را بشناسی. يسقون من رحيق مختوم از شراب خالص که بر سر آن مهر نهاده اند سیراب می شوند. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مهر آن از مشک است و پیش دستی کنندگان در آن بر یکدیگر پیش دستی کنند. ومزاجه من تسنیم آمیزه آن تسنیم است، یعنی با تسنیم آمیخته. عینا یشرب بها المقربون چشمه است که مقربانی نزدیکان درگاه الله از آن می آشامند. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون گناهکاران به مؤمنان می خندیدند وإذا مروا بهم يتغامزون و چون بر آنها می گذشتند به چشم و ابرو اشاره می کردند، یعنی با نیت مسخره. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين و چون نزد کسانشان باز می گشتند شادمانه باز می گشتند. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون و چون آنان را می دیدند می گفتند که اینها گمراهانند. وما أرسلوا عليهم حافظين و حال آنکه آنان را به نگهبانی و محافظت عملهای مؤمنان نفرستاده بودند. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون و امروز مؤمنان به کافران می خندند. على الأرائك ينظرون بر تخت ها تکیه زدند و می نگرند. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون آیا کافران برابر عملهایشان جزا یافته‌اند؟ به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش می رویم. به نام الله بخشاینده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز،
مخلصان شبکه قرآن دستور عمل انسان، هر یکی شما را خوش آمدید میگویم و ما و شما این دم و این لحظه برنامه دانش و سنجش را آغاز میکنیم و هر یکی شما را در الهیدگی خوش آمدید میگویم و کوشش کنید برای ما کمک کنید، نوا را این لحظه پهن کنید تا که دیگران نیز توانند یک جای با ما و شما خوب آزمایی کنند، دانش خودشان را سنجند. از این رو من از شما احترامانه خواهش میکردم که زیر نوار ما، زیر افیر مستقیم ما لایک مانید و همچنین در ایما و در واتساپ و اگر گروه ها در تلگرام داشته باشد مرحمت تقسیم کنید برای دیگران تا که دیگران نیز واردی برنامه ما شوند. و واقعا ما امروز میخواستیم که باز کمی دیگرگونتر با شما صحبتی داشته باشیم و ما میخواستیم که امروز با یکی از عالمان صحبت داشته باشیم، اما برادری ما امروز کمی بیمار شدند. از این را ما دعا میکنیم، طلب دعا میکنیم که زودتر شفا یابند و آینده در برنامه حتما که اشتراک میکنند. و ما تصمیم گرفته بودیم چند روز پیش که به بعضی سوالهای شما جواب گوییم، چون سوالهای زیاد به ما آماده رسید به واسطه واتساپ و همچنین دیگر صفحه های اینترنتی. انشاءالله من همش را جمع کردم و ما کوشش میکنیم در روزهای نزدیک به سوالهای شما حتما که جواب گوییم و انشاءالله آینده نزدیک ما میتوانیم که صحبت را با شما برقرار کنیم تا که ما توانیم یک جای با شما در افیر مستقیم، یعنی شما سوال میدید و عالمان جوانی که امروز دانش آموختند آنها به سوالهای شما انشالله که جواب میگویند. و خود حاضر میتوانید داخل برنامه ما شوید. دوستان عزیز، تماشابینان گرامی، من کد را پیشتر به شما روان کردم و 177 82 68 الکی یک چند نفر داخل برنامه ما شدند. من این لحظه خب به شما نشان میدهم چند نفر داخل برنامه ما شدند. خب بله، خب 177 82 68 مرحمت داخل شوید به بازی و ما و شما انشالله که میتوانیم آغاز کنیم. 177 82 68 مدیراتوران را خواهش میکردم که نوشته کنید و با حرفانه با رقمانه بلکه با حرفا اگر نوشته میکردید خیلی خوب میشد. شادمان، بخاری، صحیح بخاری، علی جان، محسن، بهادر، مینو، سراج الدین، احمد، میرزا، مهرانه، عبدالله، همیرا، نورعلی، نظیره، نصرالدین، توصف خوش آمدید. هر یکی شما را خوش آمدید میگم به برنامه ما. و خب میبینم که تماشابین ها زیادتر اما لایک کمتر است و شما خواهش میکردم لایک مونه تا که دیگران ما را تماشا کنند و شما را تماشا کنند. شما اینجا اشتراک میکنید یک جای با ما و میتوانید نوا را باز پهن کنید به دیگران. تماشابینان عزیز، خیلی و خیلی کمک به ما میکردید و کمک به خودمون میکردیم، چون این برنامه خود ما است، برای ما است و برای گرفتن دانش برای هر یکی ما است. خب تشکر به همانهایی که ما را دستگیری میکنید. الله نگهبانتان باشد، الله حفظتان کند. 23 نفر این لحظه ها اشتراک میکنند در داخل برنامه هستند و سوال ها مثل همیشگی سوال های عادی و سوال های آسان است و من فکر میکنم که هر یکی ما میتونیم در برنامه اشتراک کنیم و سوال ها جواب گوییم و نام خودمون را در زینه های بالا ببینیم. و هر یکی که اگر در مدت خیلی کوتاه رنگی درست را پخش میکند نامش به قطار اولین ها انشالله میبراید. خب
اینجا گفتند که خیره میتابد و اگر خیره باشد، من دفعه گذشته به شما نمایش داده بودم در جایی که 3 نقطه نوشته شده است، در همون جای 3 نقطه شما کمی کلانتر میکنید. انشالله من کوشش میکنم اینجا اگر که امکان باشد نشان میدادم. این حال خب مثلا داخلی برنامه شدید و ببینید در همینجا نقطه هست. خب ببینید نقطه همینجا شما اگر که انتخاب کنید در تلفن باشه 480. خب انشالله کنیم درست میشد 480 یا اینکه 720 اگر که شما پخش کردید یک کم کلانتر خوبتر می شود، یعنی بهتر دیده می شود انشالله. من فکر میکنم که شما ما را فهمیدید و انشالله که این گونه میکنید این لحظه. و خب اگر هر یکی شما آماده باشید تماشابینان عزیز، ما نیز آماده هستیم و انشالله که قسمت اولی دانش و سنجش را آغاز میکنیم و 25 نفر اشتراک میکنند، آنهایی که در داخل برنامه هستید و آنهایی که باری اول میبینید. این یک نمود برنامه فایده‌ناک است و هر یکی شما میتوانید اشتراکچی برنامه ما شوید. چگونه؟ در یک کنار من نشان داده شده است که چگونه شما داخل میشوید که خود نقطه ایت نوشته میکنید در تلفن موبیلی خودتان یا اینکه در کامپیوتر اگر داشته باشید و جایی که گیم پین نوشته شده است 177 82 68 نوشته میکنید و در جایی که نام نوشته شده است به خودتون تخلص انتخاب میکنید و شما داخلی برنامه میشوید. به نهایت عادی و آسان است و طرز داخل شدن به بازی و هر یکی شما میتونید در بازی اشتراک کنید. یگان مانعی نیست برای کسی، یعنی هر یک کس میتواند در برنامه اشتراک کند. 27 نفر شدیم. تماشابین زیادتر است اما همگی 27 نفر هستیم و اگر یک کوشش میکردید و باز آنهایی که میخواستند داخل شوند مرحمت شما نیز داخل شوید تا که بازی یکم شوق‌آور شود. وقتی که رقابت خوب میشود بازی نیز به نهایت خوب و شوق‌آور انشاءالله میگذرد. از این را زیادتر داخل شوید خیلی خوب میشود. و هر کسی که داخل شده نمیتوانید با کنیز شما میتوانید تماشا کنید و در چت ما نیست نوشته کنید. من انشالله کوشش میکنم یک چند جوابهای اولی چت را نیست خوانم. خوش آمدید پروینه، ابراهیم، سلمان، اسیا، نیکروز، مولود، خوش آمدید ولی جان، مسلم، زبیر. خب 27 نفر شدیم و بیایید آغاز میکنیم قسمت اولی بازی را و آنهایی که دیرتر می آیند انشاءالله در قسمت دیگری بازی ما اشتراک خواهند کرد. ابوبکر خوش آمدید شما نیز. بسم الله. سوال اول: علی ابن ابو طالب با پیغمبر صلی الله علیه و سلم کی میشد؟ وریانت ها: پسر عمه، پسر عمک، پسر تقا یا فرزند. علی ابن ابو طالب با پیغمبر صلی الله علیه و سلم کی میشد؟ جواب های شما. 30 ثانیه وقت داریم تا اینکه همه ما و شما جوابی درست را انتخاب کنیم. بله علی ابن ابو طالب با پیامبر صلی الله علیه و سلم پسر عمک میشد و 20 نفر جوابی درست گفتید. خیلی خوب، من چت را نگاه میکنم. SSR جوابی درست گفتید و فیروز شریف زاده جوابی درست گفتید و یک چند نفر دیگر نیست جوابی درست گفتند. علی کمالوف جوابی درست گفتید. خیلی خوب، بیایید ببینیم که به پیش گذشت. بهادر، ابراهیم، بخاری، احمد و میرزا، آنهایی که در جای نمایان قرار دارید من شما را تبریک میکنم.
سوال دو، سوره الکهف از چند آیت عبارت است؟ سوره یعنی غار از چند آیت عبارت است؟ 100، 120، 110 یا اینکه 130؟ اینک جواب های شما. سوره الکهف از چند آیت عبارت است؟ خیلی خوب، جواب ها در چت نیز جواب های درست را نیز میبینم، هرچند جواب های خطا نیز هست. و 14 نفر جوابی درست گفتند برای ما. 110 آیت عبارت از سوره الکهف و اکثریت جوابی درست گفتند و من دو جوابی اولی درست را میخونم. محمد عیسی و حافظ قرآن تیوی جوابی درست گفتند، در چت ما نیست. بیایید ببینیم کی به پیش گذشته. احمد، ابراهیم، علی جان، صحیح بخاری، میرزا و مریم نیست 9 مراتب بالاتر برآمدند. اینک بیایید به سوال سوم میگذاریم. پیغمبر یوسف را به کجا برادرانش پرتافتند؟ به زندان، به جری، به چاه یا اینکه نپرتافتند؟ پیغمبر یوسف را برادرانش به کجا پرتافتند؟ بعضی سوال ها را ما از برنامه های گذشته استفاده میکنیم تا که باز یادرسی شود برای ما. خیلی خوب، چت ما فعال است و همه جوابی درست گفتند. همه یکان جواب خطا نیست. اما بیایید ببینیم که بله داخل برنامه باشد 5 نفر جوابی خطا گفتند و 24 نفر جوابی درست گفتند. بله، یوسف علیه السلام را به چاه پرتافتند برادرانشان. و کی به پیش برآمد؟ احمد، ابراهیم، علی جان، میرزا، سراج الدین، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد و سراج الدین پی هم به 3 سوال ما، یعنی به همه سوال های ما جوابی درست گفتند. 4 2 مراتب خالی زیاد و به چی چیز نزدیک نشوید، کار زشت و راهی بد است. این در سوره اسراء به فکرم آمده است. به دزدی، به بیدادگری، به کشتار، به زنا. به چی چیز نزدیک نشوید، کار زشت و راهی بد است. چی را در نظر داشته شده است و این در سوره اسراء آمده است. به دزدی، بیدادگری، کشتار و یا زنا. اینک جواب های شما. چت فعال است و قریب که همه جوابی درست گفتید و 26 نفر در برنامه ما نیز جوابی درست گفتند و در حقیقت چنین است. در سوره اسراء آیت 32 آمده است و به زنا نزدیک نشوید تا اینکه در آن دچار مشوید. زنا کار زشت و راهی بد است. و اکثریت شما جوابی درست گفتید. خیلی خوب و من شما را تبریک میکنم و کمترین جوابی خطا گفتند. این از آن میگوید که ما و شما الحمدلله روز از روز معلومات های خوب میگیریم. و چت را چون همه جوابی درست گفتند از این رو من نمیخونم. همه جوابی درست گفتید. تبریک میکنم. بهترین. و بیایید میبینیم که به پیش گذشت. ابراهیم، سراج الدین، میرزا، نصر الدین، صحیح بخاری، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارند و سلمان نیز 3 مراتب بالاتر برآمدند و اگر کوشش کنند انشالله در قسمتی در دوام بازی حتما به جایهای نمایان میگذارد. من شما را تبریک میکنم و بیایید ببینیم به سوال دیگر میگذاریم. سوال 5. بعد چند روزی واقعه اصحاب فیل پیامبر صلی الله علیه و سلم تولد می شوند؟ 50-60 روز تقریبا، 3-4 ماه تقریبا، 1 سال تقریبا، 12 سال بعد. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد واقعه اصحاب فیل بعد از چند روز تولد می شوند؟ اینک جواب های شما. جواب ها رو می بینم. خیلی خوب و
چت ما هم جوابی درست است و هم جوابی خطا زیاد است. و بله، در داخل برنامه همگی 5 نفر جوابی درست گفتند. 50-60 روز تقریبا بعدی واقعی اصحاب فیل. یعنی خب دوامش را دیرتر نقل میکنم چون سوال های ما به هم وابستگی دارد. اصحاب فیل من فکر میکنم که همگان در خاطر دارند این کدام واقعه است. آن واقعی که پرندگان در چنگال و در با یک به مثل نخود سنگ هایی که از سنگ های دوزخ است بالای اصحاب فیل میپرتایند. و من دیرتر انشاءالله باز مفصل کوشش میکنم کمی درباره این نقل کنم، چون در تفسیر سوره فیل نیز آمده است در این موضوع. کد رو میپرسند، کد 177 82 68. مرحمت نوشته کنید و داخل به برنامه شوید. و خواهش میکنم از شما تماشابینان عزیز، آنهایی که نوکک وارد برنامه ما شدید، لایک مانید و به دیگران روان کنید تا که تماشابین، تا که آنهایی که میخواهند اشتراک کنند زیادتر شود. مرحمت. الله از شما راضی باشد و برایتان جزای خیر عطا کند. و همگی 5 نفر، خیلی کم نفران جوابی درست گفتند. و بیایید ببینیم که به پیش برآمد. جاهای وصل شد: سراج الدین، نورعلی، بخاری، همیرا، ابراهیم، آنهایی که در جای نمایان قرار دارد. من شما را تبریک میکنم. خب سوال دادند اینجا تماشابین ما، یگان کس یاردم کند نمیتونم داخل شوم. کهود نقطه ایت نوشته کنید در جایی که گیم پین نوشته شده است 177 82 68 نوشته میکنید و در جایی که نام تخلصتان را نوشته میکنید، یعنی که به خودتان یگان نام انتخاب میکنید و داخل به برنامه شده میتوانید انشاءالله. اینک و سوال دیگر میگذاریم. سوال 6: نام امکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در سوره المسد یادرس شده است: ابو جهل، ابو لهب، ابو طالب یا ابو سفیان. نام امکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در سوره المسد یادرس شده است. وریانت ها: ابو جهل، ابو لهب، ابو طالب، ابو سفیان. اینک 17 نفر جوابی درست گفتند در داخلی برنامه ما. و چت را نگاه میکنم. حفیظ قرآن تیوی جوابی درست گفتید. گل محمد رسولوف جوابی درست گفتید. بله، 17 نفر در داخلی برنامه نیز جوابی درست گفتند. و بیایید ببینیم کی به پیش گذشت. سراج الدین، نورعلی، نصرالدین، بخاری، بهادر، آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارد. تبریک میکنم. خب گیم پین 177 82 68 مرحمت نوشته کنید. سوال 7: عید الفطر کی جشن گرفته می شود؟ 30 رمضان، 1 رمضان، 25 رجب یا 1 شوال؟ عید الفطر کی جشن گرفته می شود؟ عید سعید فطر کی جشن گرفته می شود؟ وریانت ها را من پیشنهاد کردم: 30 رمضان، 1 رمضان، 25 رجب یا 1 شوال. کدامش درست است؟ معلومات های نو به نو، معلومات های نو به نو. و این است یک فایده برنامه ما. و همگی 8 نفر جوابی درست گفتند. 1 شوال عید سعید فطر جشن گرفته می شود. و تقریبا خیلی کم نفران جوابی درست گفتند. با ما من جواب اول های خب چت را نیز نگاه دارم. سلمان فارس جوابی درست گفتید. فکرهای اسلامی جوابی درست گفتید. 1 گفتند و فکر میکنم که 1 شوال را در نظر داشتند.
خیلی خوب و بیایید ببینیم کی به پیش گذشت. جاها عوض شد. بخاری، سیراج الدین، همیرا، میرزا، نورعلی، آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارید. خب تبریک میکنم شما را و سوال 8 میگذاریم. کی از اینها اولین شده به گناه متکبری افتید؟ ابلیس، فرعون، ابو لهب، ابو جهل. کدامی از در پایان نوشته شده ها اولین شده به گناه متکبری یعنی کبر ورزید؟ جواب های شما رو قبول میکنیم و 28 نفر الکی جواب گفتند و ما چند ثانیه دیگر داریم. 32 نفر جواب گفتند و 28 نفر جوابی درست گفتید. بله، شیطان رجیم ابلیس اولین شده متکبر شد. و در بالا میبینم سلمان فارس، حفیظ قرآن، فاروق سنگف جواب های درست گفتید. شما رو تبریک میکنم. کی به پیش برآمد؟ بخاری، سیراج الدین، میرزا، ابراهیم، نورعلی، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد. من شما رو تبریک میکنم و مرادالله نیز به بالا برآمدند چون به 3 سوال جوابی درست گفتند پی هم. تبریک میکنم. سوال 9. حدیث را دوام دهید. بسیار به یاد آرید ویران کننده راحت ها، غم را، پریشانی را، مردن را، کسلی ها را. دوام حدیث. بسیار به یاد آرید ویران کننده راحت ها، غم است، پریشانی است، مردن است، کسلی ها. کدامه؟ اینک جواب های شما را قبول کردیم و میبینیم چند نفر جوابی درست به ما گفتند. بله، 19 نفر جوابی درست گفتید. شما رو تبریک میکنم. بسیار به یاد آرید ویران کننده راحت ها، مرگ را، مردن را. و اکثریت شما جوابی درست گفتید. من شما رو تبریک میکنم. و به سوال نهایی میگذاریم. اول میبینیم که به پیش گذشت. بخاری، سیراج الدین، ابراهیم، میرزا، نورعلی، آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارید. من شما رو تبریک میکنم. سوال آخران. کدام سوره نام پیغمبر را دارد؟ الروم، نه، الاحزاب یا نیسا؟ کدامش نام پیغمبر را دارد؟ ما واقعا سوال های آسان را امروز انتخاب کردیم چون همه توانند اشتراک کنند، چون همه توانند جوابی درست کنند. وریانت های شما را قبول میکنیم. و 20 نفر جوابی درست گفتند. بله، سوره نوح نام پیغمبر است. و در چت نیز اکثریت جوابی درست گفتید. من شما رو تبریک میکنم. SSR، فکرهای اسلامی، محمد ایسایف جوابی درست گفتند. علی کمالوف جوابی درست گفتید. تبریک میکنم شما رو و بیایید ببینیم کی به پیش برآمد. جاهای نمایان را میبینیم. ابراهیم در جای 3 شما رو تبریک میکنم. سیراج الدین جای 2 و جای اول. بخاری تبریک میکنم شما را. میرزا و نورعلی نیز در جایهای نمایان 4 و 5 قرار داشتید. تبریک میکنم همه شما را. واقعا بازی خوب بود، واقعا رقابتی خوب بود. و پس از چند لحظه دیگر تماشابینان عزیز قسمت دیگری بازی را پیشنهاد شما میکنم و من این لحظه کد را آماده میکنم و باری دیگر ابراهیم، سیراج الدین و بخاری را من تبریک میکنم و خیلی خوب است نام های نو را میبینیم در قطار اولین ها، در قطار آنهایی که در پیش هستند و این باعث البته خرسندی است. و
تا آن دمی که تماشابینان عزیز ما رقم کد را آماده میکنیم، من میخواستم باز یک نوار کوتاه برای شما پیشنهاد کنم. ما و شما میتوانیم نوار کوتاه را تماشا کنیم و داخل به قسمت دیگری برنامه شویم. و من انشاءالله پس از چند لحظه دیگر رقم گیم پین را در پایان در چت نوشته میکنم و تا آن دم شما میتوانید نوار کوتاه ما را تماشا کنید. و واقعا یک نواری است که چند سال پیش ما آماده کرده بودیم. شاید بعضی از شما تماشا کرده باشید و شاید برای بعضی شما این اولین بار تماشا میکنید. همگی 4 دقیقه است انشاءالله. من فکر میکنم که در دوام در آن مدتی که شما داخلی برنامه میشوید میتوانید نوار را تماشا کنید تماشابینان عزیز. و من حتما کد را در زیر چت انشاءالله نوشته میکنم، شما داخل شوید و نوار را تماشا کنید. خب پیشنهاد میشود. به نام الله بخشاینده و مهربان. امروز اینترنت یک واسطه شده است که به همه دسترس و به گفتن من نیز شما میدانید که کسی خواهد و کسی را خواهد، چیزی خواهد و چیزی را میخواهد بر مقابلش میگوید یا الله از خطاگی ما را نگه دار. یعنی غیبت، دشنام، بیهودگویی و بدنام کنی هم. دین مبین اسلام پاک از این چیزها ما نباید فراموش کنیم. امام نبوی میگوید بدان گمان بد درباره آدمان همچنان حرام است که مثل دشنام و یا سخنهای بد. از این رو گمان درباره کمبودی آدم و گمان بد کردن درباره‌اش همچنان من یا حرام شده است، چون غیبت کردن کسی را به کسی دیگر. الله تعالی فرموده است ای کسانی که ایمان آورده اید، مباد که گروه از مردان گروه دیگر را مسخره کند، شاید آن مسخره شدگان بهتر از آنها باشند، و مباد که گروه از زنان گروه دیگر را مسخره کند، شاید آن مسخره شدگان بهتر از آنها باشند. و از هم عیب جویی مکنید و یکدیگر را با لقب‌های زشت مخوانید. بد است عنوان فسق یا بدی پس از ایمان آوردن، و کسانی که توبه نمی کنند خود ستمکارانند. ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید. هر آینه بعضی از گمانها در حد گناه است و در کارهای پنهانی یکدیگر جاسوسی مکنید و از یکدیگر غیبت مکنید. آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس آن را ناخوش خواهید داشت. و از الله بترسید. هر آینه الله توبه پذیر و مهربان است. سوره حجرات یا حجره ها آیت 11 و 12. ببینید گویا 1400 سال پیش الله تعالی این سخنها را مخصوص برای امروز ما فرستاده باشد. ابو هریره رضی الله عنه از گفته های رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل می کند از گمان بد درباره آدم خودداری نماید، چون که گمان بد بدترین دروغ است. پرسجوی یا به معنی دیگر کفت و کاب نکنید، جاسوسی نکنید، به همدیگر حسد نبرید، به همدیگر پشتتان را نگردانید.
از بدبینی همدیگر دست کشید و با هم برادر باشید ای بنده های الله. حدیث صحیح بخاری تحت رقم 6064. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. باری دیگر خوش آمدید میگویم تماشابینان عزیز، همه آنهایی که این لحظه ها داخل به برنامه ما شدید و ما و شما الکی آماده کردیم کد را و هر یکی شما میتوانید این لحظه داخل به برنامه ما شوید. مرحمت. خب مرحمت، داخل شوید و رقم کد 552 75 33 قسمت دیگری بازی ما است و اگر لایک نمونده باشد لایک مانید و تقسیم کنید نوا را به دیگران نیز تا که دیگران نیز توانند در بازی ما اشتراک کنند. این لحظه الکی 24 نفر داخل به برنامه ما شدند. نیکروز، شادمان، خوش آمدید. صحیح بخاری، خب نصرالدین، اسلام دولتов، عمر، خوش آمدید. و من باوری کامل دارم که ما و شما میتونیم زیادتر داخل شویم. مرحمت، کوشش کنید زیادتر داخل شوید و هر یک شما میتونید اشتراک کنید، چون سوال های خیلی عادی و آسان است. مرادالله مولود، خوش آمدید و دانش خودمان را میسنجیم یک جای با شما، چون به بعضی سوال ها ما نیز تا آن دمی که جستجو نکردیم جوابی درست ندادیم. به همین خاطر یگان مشکل نیست اگر جوابتان خطا باشد، تنها اشتراک کردن است و اگر هم چقان باشد و هم جوابی درست گوید حتما که به قسمتی بالا می براید انشاءالله. اینک من فکر میکنم که همگان الکی داخل به